موتر زیاد از زیر یک تایر موتر میکنیم بر پیج باز بریم. دخترم سنم کرد گفت مادر جان مرا درد نکشت، خدا نکشت، برا تو بیکشی، مرا زندگی رو تو داد. ما مدت 9 سال میشه که بیوستم. 4 تا طفلایم است. دخترکم 18 سال است، مریض است، مرا سرطان خون میگن داره. دیگه من از وست توانم هیچ پورا نشد که میره تداوی کنم. 3 تا یک بچه است، یکیش 9 ساله، یکیش 11، یکیش هم 13 ساله. در قصابی شاگرد است. دیگه وست توان هیچ چیز ندارم. بر روزا به شوا گوش نستم. خودم خانه کاری میکردم، مال مام نیست. دیگه جایی که میرم یک صفا کاری کنم. خیلی از دربار خدا دیگه به من هر چیز بسته. حالتی که دخترم داره خدا میفهمه. خدا از دامن گوش بینید، حتی دامن به یک حالت خود ریزی میکنه که میگم جیگرش تکید. سرپرست خانه تان گفتین شما هستین؟ نه، سرپرست خانه خودم هستم. 9 سال میشه که فوت کرده. و شما صفاکاری میکنین؟ خودم صفاکاری در خانه میرم، کالاشویی میکنم، دیگه جمع جارو هر چی که از وسم پورا باشه. حتی او فروشی میکنم، تخم فروشی میکنم، هر چی که از وسم پورا شو میکنم. با این پول که با شما بعد است میرین در تخم فروشی و او فروشی مشکلاتتان حل میشه؟ هیچ چیز نمیشه. نه کرای خانه من میتونم، نه خرج خانه من، نه کتابچه و قلم اولادای من. امسال بسیار از بی پیسگی، از بسیار حالت بد اولادای من سیش از مکتب مانده. هر سیش در مکتب بود. امسال حتی من یک دونه قلم خریده نتونستم، بچه مکتب نرفت. او را خدا میدانه و خودمو کشیده میره. کسی تانوز براتون کمک نکرده چیزی؟ نه، هیچ کسی به من کمک نکرده. اکثر خود که با خودتان تنها میشین با وجود که کسان نیست، نیم سرپرست فامیلتان، چی میگردد از ذهنتان درونتان؟ در ذهنم فقط یک را دارم که میگم خدایا مرگ بتیار 5 ماره یک جای دیگه هیچ چیز ندارم. به خاطر که نه گشنگیشان ندیده میتونم، نه دردشان. علای متعال خال جان گریه نکنین. علای متعال مشکلاتتان انشالله. شما با سوخت چیزی میگیرین به خانه؟ نه، مدت 9 سال است اولادای من دستایشان یخ میزنه پایشان. بچه یکم که کار میکنه کراچی داره، باز وقت در کراچی و نیم مبرایا دستکایش یخ میزنه، پشتای دستش یک تکه خون میته، پایشان خون میته. که میان مادر خونک خورده خیره بچه خدا مهربان است. شب صبح میکنه صبح بیگا، گاهی وقت بشکم سیر، گاهی وقت بشکم گشنه. گفتم خدای صدقی در بارچم که من هیچ چیز ندارم که تا این دختر مریض ما بدم. گفتم بیا یک کار میکنم. گفت چی؟ گفتم میره در کراچی مندازی میریم. سرک 40 متر هم نزدیک ما بود وزیر اکبر خانم. گفتم موتر زیاد از زیر یک تایر موتر میکنیم بر پیج باز بریم. دخترم سنم کرد گفت مادر جان مرا درد نکشت، خدا نکشت، برا تو بیکشی، مرا زندگی رو تو دادی. این بر من بسیار سخت تمام شد. پس آمدم اولادای من دیگه برم گرفتم. بچه خوردم صدا کرد مادر با کتید کش نمیشینه. اما 4 روزی که خوارم زنده است پیش ریش دیگه این گفت نظری. خاله جان گریه نکن. الله متعال مهربان است. انشالله فرموده شما این روزگار سخت زندگیتان هم خواد گذشت و این شب تاریک هم صبح داره. گریه نکنین خاله جان.